قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. همیشه گفتیم که وقتی که به مذهب ما یا توهین شد یا بالاخره به مقدسات توهین شد مجبوریم جواب بدیم. به اینجی 10,000 نفر به نماز می آید، از راهای دور و نزدیک می آین و من هم به این بلند بالا بنشینم، این چی دیگه؟ بیام دور و کد نماز بخوانم و بیرون شم، این ادای مسئولیت هست. پس جوان کی واقف کنه. پس این برادری که عاشق ابوبکر و عمر و عثمان و علی ای را کی واقف کنه؟ به این از سروران عزیز و بزرگوار بحث اختلافی نیست. از علمای تشیع و تسنن من این خواهش می کنم که وقتی که یک مسائل مذهبی مطرح میشه از کتابای خود مطرح کنید، از کتابای خود و باز از کتابای هم دیگر هم که مطرح میکنید با سند و اسناد باشه. من این موضوع را تحقیق کردم، امیدواریم که دوستا متوجه باشن و واقف بشن. در اینجا آمده نوروز در کتب اهل سنت، ما در کتب اهل تشیع کار نداریم، بناهن باید با اهل تشیع در این شهر زندگی کنیم. هر کدام ما با همدیگر کار داریم، معامله داریم و بالاخره نشست و برخاست داریم. این مسائل اختلافی بالاخره چنین نیه که ما با همدیگر مبارزه فیزیکی یا بالاخره زد و خورد را برقرار کنیم، نه، استدلال دلیل. در اینجا متن آمده که در کتب اهل سنت روایاتی وجود دارد که عید نوروز را تایید می کند. خیلی خوب، که به ذکر یک حدیث اکتفا می شود. آقای بخاری که در سنه چند وفات کردن در کتاب التاریخ الکبیر چنین روایت می کند. سعر تمیمی گوید برای علی علیه السلام فالوده آوردن، فرمود این چیست؟ گفتن امروز نوروز هست. فرمود هر روز را نوروز کنید. التاریخ الکبیر البخاری جلد اول صفحه 414. این از کتاب اهل سنت نقل کردن. افسوس کسی که این را نوشته لا تقربوا الصلاة دیده و انتم سکارار ندیده. اولا در اینجا آمده البخاری، در صحیح البخاری قطعا یک حدیث ارتباط به نوروز نیامده. اگری جناب عالی نوشته میکرد التاریخ الکبیر للبخاری، بازم تا اندازه راه داشت، یعنی تاریخ کبیری که از امام بخاریه. اینجا آورده التاریخ الکبیر البخاری، یعنی در بخاری حرف نیست. در التاریخ الکبیر همین صفحه و همین جلد، در همین جایی که آدرس داده شده، در همین التاریخ الکبیر. اینها شماره حدیث را هم نیاوردن. من شماره حدیث را میدم که بیشتر تحقیق کنن و متوجه باشن. در همین جا التاریخ الکبیر جلد اول صفحه 414 که در این کاغذ هم ذکر شده، باب دال حدیث 1319 چنین آمده، جلد اول در همین آدرسی که دادن. ایوب ابن دینار ان ابیه ان علیا کان لا یقبل هدیه نیروز. الله اکبر. به حضرت علی کرم الله وجهه در روز نوروز در همین آدرسی که ذکر کردن کسی قضایی آورد، گفتن این چیه؟ گفت این هدیه نوروز، لا یقبله. حضرت علی قبول نکرد. حضرت علی کرم الله وجهه قبول نکردن. عجیبه، لا تقربوا الصلاة میبینه و انتم سکارار نگاه نمیکنه. موضوع دیگری که همین حدیث روایت میکنه، همین حدیثی که اینا میگن در این صفحه و جلد که آدرس داده به این جنیه، اما چند صفحه بعد از این ذکر کرده حدثنا آدم حماد ابن سلم عن علی ابن زید عن سعر
تمیمی، همین حدیثی که در همین کاغذ روایت شده، این حدیث را هم درسته در همین تاریخ ذکر شده. اوتی علی بفالوزج، آورده شد یا داده شد به حضرت علی فالوده، قضایی یا بالاخره هدیه. قال ما هذا، حضرت علی گفتن این چیست؟ قالوا اليوم نیروز، گفتن این هدیه که امروز روز نوروزه. قال، بعد از آن حضرت علی فرمودن که چی؟ فنیروزن کل یوم، فنیروزن کل یوم، هر روز باید نوروز باشه. این هم درسته. در اینجا که ذکر کردن که حضرت علی گفتن هر روز نوروز باشه، چری چنین گفتن؟ حضرت علی چری چنین گفتن؟ حدیث دیگری عن حماد ابن زید عن هشام عن محمد ابن سیرین قال اوتی علی رضی الله عنه بهدیه نیروز فقال ما هذه، گفتن این چیست؟ قالوا یا امیر المؤمنین هذا یوم نیروز، این روز نیروزه. قال، حضرت علی گفتن فاصنعوا کل یوم نیروز، هر روز برای شما نیروز باشه. قال ابو اسامه که به اسناد و سند او این حدیث بیان شده و بعد می فرمایه کره علی رضی الله عنه ان یقول نیروزا، حضرت علی بد شمردن که کسی یک روز در مشخص به نام نوروز بدانه. قال البيهقي في هذه الكراية لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع مخصوصا به، که این عبارت هم شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمهم الله فی اقتضاء الصراط المستقیم ذکر کرده. و این است بگن هیچ مشکلی نداره. اولا که از شیعه و سنی می خواهش دارم که به آدرس هم دیگر نکنن این وضعیت را که چیزی اونا بگن و چیزی ما بگیم، چیزی اونا بگن و چیزی، اما این را بدانن که نکنن که باز ما آدرس هایی که در کتاب های اونها ذکر شده که بر تحریف قرآن قائلن، ما اونها را بیرون کنیم. این مسائل مهم نیست، وقت و زمان و شرایط این نیست که ما بگیم شیعه چیه سنی چیه. هر زمانی هم که از این منبر بحث شیعه و سنی مطرح شده، قبلا به عقیده ما به مذهب ما تاختتاز شده جواب دادیم. پس این از سروران عزیز، این التاریخ الکبیر، این قول حضرت علی کرم الله وجهه، و این کتاب التاریخ الکبیر للبخاری رحمهم الله. پس جواب داده شد که حضرت علی گفتن هر روز نوروز باشه. اما چرا گفتن هر روز نوروز باشه؟ بد بردن از این که یک روز مشخص به نام نوروز باشه. امیدواریم که جوانهای عزیز ما، محصلین گرامی ما و همه عزیزان ما که چنین کاغذهایی به دست اینا میرسه از هر جا و از هر آدرسی، ما رو به جریان بگذارن تا اینکه ذهن و فکر جوانان ما را مشوش نکنن. الحمدلله همه کتب از شیعه و سنی به دسترس ما هست. به دارالفتای دارالعلوم عالی انصار بیش از 50,000 جلد کتاب از شیعه و سنی ترتیب داده شده که مکتبه هست، مکتبه شامله هست. الحمدلله هر کس سوالی داره به دارالفتای دارالعلوم عالی انصار میشه که مراجعه کنه. هیچ وقت ما بی پاسخ نبودیم، بی جواب نبودیم و جوانهای خود را هم نمیگذاریم که ذهننا و فکرنا با حرفهای بیهوده و پوچ و اینها مشوش بشه. اقول قولی هذا استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.